ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби сеюм, гуфтори 75. سپس بازرگانان سکه ها را با امر او به مدائن تیسفون بردند و هرمزد از این حال آگاه شده به پسری ولیعهدش خسروی پرویز خشم گرفت. پرویز از بدقصدی پدر هراسیده همان شب تیسفون را ترک نمود و به آذربایجان گریخته در کنیشت پناه برد. چوبینه در عین حال به روایت فردوسی برای تأمین امنیت سرحدهای شرقی و شمال شرقی کشورش سیاست مصالحت آمیز را پیش گرفته به خاقان ترک پرموده نیلی خاقان نامه نوشته خود را دادر خاقان خواند و دوستی و دلجویی نمود. پرموده فرستاده چوبینه را خوش پذیرفته با چوبینه صلح و سازش بست و دوستیش را با هرمزد از یاد برد. طرح دوستی میان دشمنان سابقه صبر و قرار هرمزد را ربود و او از آشوب بهرام چوبینه هراسیده به فکر دستگیر نمودن شاهزاده ولیعهد خسروی پرویز افتاد تا که با مدد چوبینه تاج و تختش را نستاند. آشوب بهرام چوبینه در سال 582 و فرار خسروی پرویز آرامی نسبی ملک را برهم زده پایه های تخت و تاج هرمزد را به لرزه افکند. اهالی برآشفته و سران لشکر و همه ناخوشی ها و ناآرامی مملکت هرمزد را گنهگار می شمردند. اشرافان و سران سپاه و موبدان صاحب نفوذ از قدرتی روزافزون بهرام چوبینه و دعواگری تاج و تخت ایران شدن او هراسیده هرمزد شش را از مسند شاهنشاهی برکنار کردند و شاهزاده ولیعهد خسروی پرویز را به جای او نشاندند. خسروی دوی پرویز که سالهای 589 628 حکمرانی نموده است آخرین شاهنشاهی بزرگی دودمانی ساسانیان بود که سیاست دولتداری بابایش خسروی یکی انوشیروان را ادامه بخشیده شکوه و عظمت جهانی امپریای ایران را باری آخرین برقرار کرده توانست. بهرام چوبینه که قدرت نظامی کافی داشت و همراه پیروانش تخت ایران را ربودن می‌خواست بر ضد خسروی دوی پرویز شوریده او را پادشاه ناسزا و نامناسب اعلام داشت. بهرام چوبینه که از شور و آشوب و ناراضگی خلق به استبداد هرمزد آگاه بود سال 590 با لشکری افزون سوی تیسفون رهسپار گشت. خسروی پرویز که هنوز کم و کاستی سلطنتش را پره به نظام نآورده بود ناچار لشکر خون داشته آماده جنگ ضد چوبینه گشت. سپاه آنها از روی اخبار فردوسی در دو ساحل رود نهروان روبرو شدند. بهرام از غایت زیرکی به جنگ شتاب نمی کرد و حتی به سپاهیانش رخصت داده بود که پنهانی به ساحل دیگر رفته خویش و اقربا و شناسها را برای گذشتن به جانب او تشویق نمایند. باری یکی از مقربانش از قرارگاه دشمن بازگشته به او خبر آورد که خسروی پرویز عزم شباخون زدن دارد. چوبینه پیش دستی نموده با 6000 اردوی سپاهش
از بالاتری دریا ناعیان گذشت و به لشکری غافل مانده خسرو حمله آورد. خسروی پرویز شکست خورده رو به فرار نهاد و اردوی بهرام قلعه و شهرها را پی هم ضبط نموده به پایتخت ساسانیان شهر تیسفون نزدیک می آمد. امپریای بزرگ ساسانیان که در دوره خسروی انوشیروان از دامن کوههای هیمالای تا بحر میان زمین و از یمن و حبشستان تا بحر خزر و سیاه دامن افراخته بود، بر اثر کوتاه اندیشی و حق ناشناسی هرمز و آشوب و قیامهای داخلی بهرام چوبینه به حال تباه افتاد. خسروی پرویز ناچار راهی ملکی رقیب اشدی ساسانیان قیصری روم را پیش گرفت تا از او مدد پرسد. امپراتوری روم موریکی عاقبت به فرستادن لشکر بر ضد بهرام چوبینه راضی شد، ولی شرط گذاشت که ایران شهر و قلعه‌های در عهد خسروی انوشیروان ضبط نموده‌اش از جمله کرتلی، قسم زیاد ارمنستان و مرزهای شمالی بین النهرین را بازگرداند. موریکی امیدوار بود که خصومت و دشمنی دیرینه را با ایران به صلح و دوستی بردوام تبدیل دهد، زیرا از سمت بلکن به کشوری او قبیله کوچمنچی اورها تهدید می کردند و او می خواست در سیمای ساسانیان به خود اتفاقچی توانا پیدا نماید. به خاطر پایداری صلح و خاتمه دادن عداوت و نزاع دیرینه، قیصری روم حتی دخترش مریم را به زنی خسروی پرویز داد. به قول فردوسی خسرو شرطها را پذیرفت و عهدنامه صلح را امضا کرد. گزین کرد از رومیان 100,000، همه نامدارانی در کارزار. سلاح و درم خواست و اسپان جنگ، سر آمد بدو روزگاری درنگ. یکی دخترش بود مریم به نام، خردمند و با رای و با سنگ و کام. بدادش به خسرو به آیین و دین، همی خواست از کیرگار آفرین. به قول طبری، قیصری روم موریق موریکی دخترش مریم را به خسروی پرویز به زنی داد. 70,000 سپاهی را با سروری پسرش بناتوس با او همراه نمود و با سلاح و خواسته تمام به نبرد بهرام چوبینه فرستاد. با همین خسروی پرویز از روم به سمت آذربایجان رهسپار گشت و در شهر شیز فرود آمد و جانبدارانش را گرد آورد. بندوی و بیستام با 20,000 لشکر به او پیوستند. خبر رسید که بهرام چوبینه با 100,000 سپاهش از مدائن تیسفون به جنگ خسرو بیرون آمد و در فاصله 1 فرسنگ دورتر از لشکری او قرار گرفت. خسروی پرویز بندوی را نهانی به لشکرگاه چوبینه فرستاده سران سپاه سابقه پدرش را زنهار داد و آنها را تشویق نمود که جانب او گذرند. عاقبت بر اثر نبردهای شدید و جانب خسروی پرویز گذشتنی اکثر سران سپاه که او را از دوده ساسانیان و شاهنشاه قانونی ایران زمین میشمردند و از غصب کاری بهرام چوبینه دلخنک شده بودند، پیروزی نصیب خسروی دو گشت. بهرام چوبینه سال 591 ناچار رو به فرار آورد، زیرا به قول طبری قریب همه لشکری بهرام
جانب خسروی پرویز گذشتند. از 100,000 سپاه همراه بهرام چوبینه تنها 4,000 مرد ماندند و او همراه لشکری باقی مانده اش با شتاب راه خراسان را پیش گرفت. پس او از خراسان به ترکستان فرار نمود و در نزد خاقان دیگری ترک ها پناه برد. خاقان به امید آنکه در محاربه های پیش آمد با ساسانیان از استعداد لشکرکشی و هنری جنگی بهرام چوبینه جهان دیده و کار آزموده استفاده کرده می تواند او را خوش پذیرفت و مرتبه اش را پاس داشت. موافق معلومات طبری، مرتبه بهرام چوبینه در حضور خاقان می افزود و خسروی پرویز از این هراسیده نامه به خاقان کرد و سرهنگی را با پاداش‌های مناسب نهانی به حضورش فرستاده از او درخواست که چوبینه را بکشد. ولی خاقان ترک خواهش خسرو را رد کرد و سرهنگ با پاداش افزون نزد خاتون آمده او را به کشتن خسرو تشویق نمود. خاتون از آن پاداش‌ها به ترک پیر و خونخواره 20,000 درم داده به کشتن بهرام واداشت. ترک کارد زهرندودی را به آستین پنهان کرده دیگر روز نزد بهرام آمد و او را در غفلت گذاشته کشت. به قول فردوسی، خسروی پرویز از لشکر کشیدن چوبینه به ایران زمین هراس داشت و برای کشتن او خراد برزین را به ترکستان فرستاد. دیری نگذشته واقعاً بهرام چوبینه به سپاه خاقان ترک سروری نموده به دریای آمو رسید و در مرو قرار گرفت. خراد برزین داشتن و بسته به حضور شاه ایران فرستادن چوبینه را تشویق نمود، ولی خاقان این خواهش او را قطعیاً رد کرد. سپس او قلون نام ترکی بدکیش را به کشتن بهرام چوبینه گذاشته پاداش بسیار برایش داد و قلون را به مرو رهسپار نمود و بهرام چوبینه عاقبت از دست قاتل فرستاده خراد برزین قلون بدکیش کشته شد و نهایت خسروی پرویز و دولت ساسانیان از این رقیبی توانای و سرسخت رها یافت. بعد از کشته شدن بهرام چوبینه شکوه و جلال دولتداری خسروی پرویز افزوده، به قول طبری هیچ ملیک عجم را به اندازه او دولت و ثروت گرد نیامده بود و او را تخت زرین بود، بالای آن 100 عرش و آن را تختی تاکدیس گفتندی و او را 4 پایه بود از یاقوتی سرخ و به تاج وی اندر 100,000 دانه مروارید بود. تا زمانی که امپراتور موریکی سلطنت میراند، میان دولت ایران و روم مناسبت دوستانه و مصالحت آمیز جریان داشت، ولی از قضای تقدیر دسته های حربی روم که در حدودهای قفقاز و دونای به مقابل ابرها می جنگیدند از نبردهای طولانی خسته شده آشوب برداشتند. آنها با هدایت سرفرماندهشان گنرال فاک که افسری درشت و بیسوادی بود، سال 602 راه کنستانتینوپل را پیش گرفته موریکی را وحشیانه قتل نمودند و به جای او فاک را امپراتور گذاشتند. به قول طبری این همان موریکی بود که به پرویز نیکویی کرده پسرش بناتوس را با سپاه فرستاده بود تا بهرام را بشکند و این بناتوس بعد کشته شدن پدرش گریخته به حضور خسروی پرویز آمد و از او امداد خواست. پرویز 12,000 مرد بیرون کرد
با سرهنگ نامی وی فرخان تا به بناتوس برود و ملک بدو سپارد. و سرهنگی دیگر بفرستاد نامش صدران تا به بیت المقدس شود و آن ترسایان را همه بکشد و باز روم آید سوی فرخان. و آن ترسایان چلیپا به دری وی پنهان کرده بودند زیر زمین. پس صدران گفت آن به جای باز دارید و 3000 ترسا از آن علما بکشت تا بیامدند و آن چلیپا باز آوردند و آن را پیش پرویز فرستادند. ملک عجم آن را بسوخت. بهانه نوی جنگ و لشکرکشی به ملک‌های زیردست روم پدید آمد و سپاه افسون خسروی پرویز برای ستانیدن قصاص امپراتور ماوریکی به سمت شمال غربی بین النهرین رهسپار گشت. چنان که در بالا ذکر کرده بودیم، ساکنان سوریه، فلسطین و بیت المقدس تحت تأثیر روم و زبان یونانی غالباً مذهب مسیحی و یهودی داشتند. در قسمت جنوبی بین النهرین حدود از عراق تا یمن زیر تصرف ایرانیان مانده با زبان پارسی میانه پهلوی حرف می زدند و مذهب زردشتی را می پرستیدند. لشکر خسروی پرویز سال 611 شهر آوازدار رومیان انتیاخیا را ضبط کرد. سپس سال 614 دمشق و سال 615 فلسطین و بیت المقدس را فتح نموده صلیب مقدس مسیحیان را که گویا به آن عیسی را چارمیخ کرده بودند از بیت المقدس ربودند. این عمل به عزت نفس مسیحیان روم و اروپا که بیت المقدس را گهواره دین مسیحی و خدمگاه عیسی مسیح می شمردند خیلی سخت رسیده، باعث بالا گرفتن یورش های اهل صلیب و واکنش رومیان گردید. لشکر خسروی پرویز از پیروزی های پی در پی روح بلند شده سال 615 اسکندریه و مصر را ضبط نمود و تا حبشیه پیش رفت. خلاصه کلام، او سال 617 تمام قلمرو آسیای خود را تحت اطاعت خود آورده تا خلیج باسفور قریب همه ملک‌های روم را تصرف کرد. امپریای سابقه هخامنشی بعد ضبط مصر و آسیای خرد عملاً در عهد خسروی دوی پرویز برقرار شده و حتی پایتخت روم کنستانتینوپل را محاصره نمود. امپراتور فاک که در احاطه سپاه ساسانیان و ابرهای سمت قفقاز مانده بود، قلمرو شرقی روم را پره از دست داده عاقبت تقدیر مدهش ماوریکی را به سر برد. سپاهیان آشفته حال عصیان برداشته فاک را به قتل رسانیدند و به جای او گنرالی دیگر ایراکلی را امپراتور اعلام داشتند. با همین کشنده امپراتور ماوریکی حامی سابق خسروی پرویز گنرال فاک کشته شد، ولی گنبد پرجلای عبادتخانه ها و کنگره قصر و کوشک‌های کنستانتینوپل که از سمت غربی خلیج باسفور به چشم میتافت پیروزی را به نظر سپاه مغلوب ناپذیر خسروی پرویز بسا آسان وانمود می کرد. امپراتوری نو ایراکلی عملاً اندرون کنستانتینوپل در محاصره دو طرفه مانده باشد هم ناامید نمی گشت، زیرا فلات بحری توانایی را در اختیار داشت. سربازان خشکیگرد پارس‌های و اورها
در ادامه دادن جنگ‌های بحری عاجزی می‌کشیدند. ایراکلی کنستانتینوپل در محاصره را به اختیار ساکنان فدایی و یک قسم سپاهش واگذاشته دسته سربازان یککچین را به کشتی‌ها جای داده سال 622 توسط بحرهای میان زمین و سیاه به ضبط و غارت کردن ملک‌های کناری بحری ساسانیان شروع نمود. مسیحیان پناه برده بین النهرین و ارمنستان با او همراه شده ملک‌های از دست رفته را بازگشته می گرفتند. کار تا جایی رسید که در محاربه حدود نینویه سال 627 لشکری پراکنده خسروی دوی پرویز از جانب ایراکلی شکست خورد. ملک‌های ضبط نموده و مظفریت‌های سرخوش کننده دوام 10 سال اخیر از دست رفت و از قضای تقدیر شهر تیسفون چون کنستانتینوپل به محاصره افتاد. خسروی پرویز که در سر هنوز هم باد غرور داشت شرطهای صلح روم را پذیرفتن نمی‌خواست و به پیروزیش امید می‌بست. به قول طبری خسروی پرویز از سپاه و سپاه سالارانی که از جنگ قیصری روم هراکل ایراکلی رو به هزیمت آورده و شکست خورده بودند پیوسته قصاص می ستاند و امر می داد که سرهنگان و فرزندان ایشان را بکشند. او می گفت که من شما را 30 سال بپروریدم ولی شما به من وفا نکردید و به دشمنی من تسلیم شدید و خون شما برای من حلال است. پس اهل لشکر و سرهنگان با هم زبان یک کرده به قراری رسیدند که ملک را از وی بستانند و به یکی از پسرانش دهند. خسروی پرویز را پسری بود از مریم دختر قیصری روم، نامش شیرویه که از همه پسران پرویز کلانتر بود. آنها شیروی را به حضور خیش خوانده گفتند که ما مملکت از پدرت ستانیده به تو دهیم. او اجابت کرد و نیمه شب سپاه گرد آمده به سرای شیروی رفتند و او را به پادشاهی ملک بنشاندند. پس به طلب خسروی پرویز آمدند و دستاری به گردن وی افکندند، به کوشک شیروی بردند تا پدر را بکشد. چون 2-3 روز گذشت و او پدر را نکشت، گرد آمدند و گفتند 2 ملیک اندر یک کوشک روا نبود. تو او را بکش و اگر نه ملک به وی باز دهیم تا او خود تو را بکشد. همین طریق شکوه و جلال واپسین شاهنشاهی ساسانیان بعد کشته شدن خسروی دوی پرویز سال 628 رو به تنزل و فروپاشی آورده پایان غم‌انگیز تمدن آریایی فرا رسید. درخشان ترین اقدام فرهنگی ساسانیان خسروی یکی انوشیروان و خسروی دوی پرویز تهیه و تدوین نهایی اوستا در عهد خسروی یکی انوشیروان، انتشار زند اوستا به زبان پهلوی، فعالیت مرکز علمی گوندی شاپور، رشد فلسفه و حکمت یونان زمین در تیسفون و دیگر شهرهای ایران، اوج هنری موسیقی با سروری باربد مروی، گستریش شهرسازی و معماری، تدوین داستان و تاریخنامه های ملی و اندرزنامه های امثال خدای نامک، آیین نامک، تاج نامک، کارنامه اردشیر بابکان، شاهنامک و دیگر آثار پهلوی علوم عقلی و ادبی و مذهبی بود. در صحنه سیاست جهانی
تمدنی نوی با نام آیین و فرهنگ اسلام پدید آمد که در شکل نهضت دینی آخرین پایه‌های دولتداری ساسانیان را به لرزه افکنده، بعد کشته شدن خسروی پرویز امپریای توانای ساسانیان طی 4 عصر، یعنی تا نابود شدن آخرین شاهنشاهی این سلسله یزدگرد III در سال 651 به هنگامه‌های زیادی داخلی و خارجی پیچیده لحظه ناسود. چون شیرویه بعد کشته شدن پدر به تخت نشست، همه بزرگان سپاه را بار داد و آن کسها که پدرش نام ایشان از دیوان افکنده بود همه را نام بنوشت و خواسته داد و آن زندانیان را دست باز داشت و یله کرد و برمک ابن فیروز جدی برامیکه وزیر کرد و خراج آن سال از رعیت برداشت و نستد و عدل و داد کرد. و گفتند که او را 15 برادر بود، همه پسران پرویز، و این شیروی 17 بود، همه را بکشت، سبب آن که تا ملک بر او بماند. و او 7 ماه بزیست و اندر ماه 8 بمرد. بعد مرگ شیرویه مبارزه های داخلی مسندخواهی اوج گرفته. پسر خردسال شیرویه را با نام اردشیر به تخت نشاندند و تدبیر ملک را به مهرجسنس نام مردی که به روزگار خسروی پرویز خانسالار بود سپردند. یکی از سرهنگان خسروی پرویز که نامش شهریران بود با 6000 مرد جنگی مدائن را ضبط کرد و اردشیر و مهرجسنس را با تهمتی از تخت برکنار کردن خسرو بکشت و خود به تخت نشست. ولی مهلت پادشاهی شهریران همگی 40 روز بود و او را با سوی قصد کشتند و دختری کلان خسروی پرویز بوران دوخت را به تخت نشاندند. همین طریق در طی 4 سال بعد مرگ شیرویه تقریباً 10 شاهنشاه عوض شد و عاقبت یزدگرد III آخرین پادشاهی سلاله ساسانیان سالهای 632 651 حکمرانی کرد. در دوره پادشاهی او تنزل امپریای ساسانیان به حد نهایی رسیده، عاقبت با هجوم‌های پیروزی آوری لشکری عرب از بین رفت. همین طریق حکمرانی بیش از 400 ساله ساسانیان بر اثر ظهور اسلام تدریجاً رو به تنزل نهاده، از لحاظ سیاسی، اقتصادی و معنوی تا رفت بیشتر کاهش می‌یافت. در آستان ظهور اسلام جامعه ساسانی را بحرانی عمیقی همگانی فرا گرفته بود که علتهای اساسی آن نزاعهای خانوادگی شاهنشاهان، غرور و عظمتجویی اشرافان، داده شدن به عیش و نوش و فسادکاری به خاطر منفعتهای شخصی، به مال و ثروت خیانت ورزیدن، گذشته از همه این مخالفت و فتنه‌بازی های مختلف سپاه سالاران و روحانیان با نفوذ محسوب می گردند. شنونده های گرامی، شما گفتار 75 رو از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان شنیده. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.